عذرخواهی نکن دختر. اثر ریچل هالیس. رفتار دوم. یک رویا انتخاب کنید و دیگر رهایش نکنید. این چیزیه که درباره هدف باور دارم و اغلب مردم رو اذیت میکنه. شما هر بار میتونید فقط روی یک هدف تمرکز کنید. اگر اجازه داشتم در کتابی غیر داستانی از شکلک‌ها استفاده کنم، باور کنید بین هر یک از کلمات علامت کف زدن میذاشتم. این یکی از مواردیه که اغلب رویا پردازان دوست دارن. میخوام کتابی تالیف کنم، اما آهنگ نویس هم هستم و درباره گرفتن گواهی مشاوره املاک هم فکر میکنم. همچنین میخوام در کمک به حیوانات بی‌پناه فعال باشم و مؤسسه خیریه‌ای داشته باشم گونه‌های کمیاب رو به خونه سالمندان بیارم تا به افراد مسن اونجا نشونشون بدم و از این راه اونها رو شاد کنم. نه. اول از همه، حتی اگر لیست شما انقدر پیچیده نبود، حتی اگر همه اون موارد یکدیگر رو تقویت می‌کردن، حتی اون زمان هم امکان نداشت مؤثر باشه. اگر مؤثر بود، قبلاً عملی می‌شد. دوم، در این لیست موردی درباره رؤیا نیست. لیستی با چند ایده جالبه. باید تفاوت رو متوجه بشید. وقتی درباره رؤیا صحبت می‌کنم، منظورم چیزیه که بی‌نهایت مشتاق اون هستم. منظورم این نیست که درباره یه چیزی خیال پردازی می‌کنید و تصور می‌کنید چی می‌شد اگر در زندگی روزمره‌تون وجود داشت. منظورم چیزیه که وقتی درباره‌اش فکر می‌کنید قلبتون تندتر میزنه و دستتون عرق می‌کنه. رؤیا با ایده بزرگ متفاوته. وقتی مردم لیست 19 موردی که درباره‌اش خیال پردازی می‌کنن تهیه می‌کنند، جواب من همیشه یکیه. کدوم بیشتر از بقیه شما رو هیجان زده می‌کنه؟ اگر میتونستید یکی از اونها رو برای فعالیت 10 سال بعدیتون در نظر بگیرید، کدوم رو انتخاب می‌کردید؟ اگر فقط یکی به موفقیت ختم می‌شد، کدوم رو انتخاب می‌کردید؟ مسئله اینه که اونها همیشه جوابی دارن، همیشه. اما اونها بزرگترین رؤیای منحصر به فردشون رو با تعدادی ایده بزرگ احاطه می‌کنن. تمام احتمالات رو لیست می‌کنن، زیرا اون وقت میتونن بگن که تمامش برای سرگرمیه. به این ترتیب گزینه‌های اونها بی انتهاست. به این ترتیب اگر دنبال کردن رؤیا خیلی سخت باشه، میتونن منصرف بشن و به خودشون بگن به هر حال چیزی نبود که واقعاً میخواستن. بررسی کنید که آیا میتونید فقط یک رؤیا رو تحقق ببخشید یا نه. راه حل دیگری وجود نداره. اگر میخواید به جزیره برید، قایق‌ها رو روشن کنید. اگر میخواید به رؤیاتون برسید، فقط میتونید هر بار یکی از اونها رو دنبال کنید. کاملا باور دارم که همه رؤیاها وابسته به تحقق اولیه هستن و وقتی شما به یکی میرسید، بعد میتونید به دیگری هم بپردازید. اما در هم شکستن توجه شما، در هم شکستن تمرکز و انرژی شماست و این یعنی احتمالاً آنچنان پیشرفتی نمی کنید. زمانی که بحث رشد فردی مطرح میشه، زنها اغلب مثل بوفه باهاش برخورد میکنن. اونها میخوان کمی از این و کمی از اون رو بردارن. اینطور توجیه میکنن که همه مسائل زندگیشون مهمه، بنابراین اونها باید همه موارد رو یک باره حل کنن. شاید بعضیا بتونن، اما میتونم به شما بگم تمرکز چیزیه که منو تحت تاثیر قرار میده. بخش بزرگی از زندگی من به دنبال کردن رؤیاهام نگذشته. شما رو هم همینطور فرض میکنم. من ازدواج کردم، بچه دارم و خرید از مغازه سبزی فروشی و ظرفای کثیف و هزار چیز دیگه. من وقتی برای هدر دادن ندارم. اگر پیگیر حقم برای چیزی جدید باشم، اون چیز باید خیلی مفید و مؤثر باشه. باید کاملا متمرکز باشه. در گذشته هر وقت میخواستم برنامه رژیم غذایی و ورزشم رو اجرا کنم و در نهایت رمانم رو بنویسم، انرژی و انگیزم بیشتر از یک هفته دوام نمی آورد. مسائل زیادی دیگری وجود داشت که اولویت داشتن. مسائل زیادی دیگری بود که باید انجام میدادم. به راحتی ناامید میشدم و نمیتونستم همه برنامه رو اجرا کنم. وقتی همه چیز مهمه، هیچ چیز مهم نیست.
موفقیت رو زمانی یافتم که یاد گرفتم تمرکز کنم و تمرکز نیاز به انتخاب فقط یک مورد داره. وقتی تازه کارها مشتاق رشد هستن براشون سخته که فقط به یک حوزه پایبند باشن. اون چه تشخیص نمیدن اینه که هدف مثل بندریه که در اون وقتی مد میشه همه قایق‌ها بالا میان. این چیز فوق‌العاده زمانی اتفاق میفته که شما در حوزه‌ای در زندگیتون رشد میکنید. بقیه بخش‌ها هم با اون پیشرفت میکنن. اگر مشتی سنگریزه در دریاچه بریزید، آب کمی به اطراف پاشیده میشه. اگر تخت سنگی رو در دریاچه بندازید، یعنی اگر همه انرژیتون در یک حوزه متمرکز باشه، اثرش باور نکردنیه. اثر حلقه هایی که با افتادن تخت سنگ در آب به وجود اومده در تمام جنبه ها مؤثر و در حرکته. برای روشن کردن موضوع دوست دارم بگم که وقتی در یک زمینه به موفقیت دست پیدا می‌کنید و براتون عادت میشه، امکان داره در چند جنبه از زندگیتون رشد کنید. برای مثال، من میتونم رژیم سلامتی و تناسب اندامم رو زمانی که دنبال هدف جدیدی هستم حفظ کنم. چون سلامتی و تناسب اندام در زندگی من تبدیل به عادت شده. اما اگر تلاش میکردم اونها رو همزمان به دست بیارم یا اینطور بگم، وقتی شرکتم شروع به کار کرد موفق نمیشدم. سوال اینه که چطور تصمیم گرفتید؟ چطور گزینه درست رو برای تمرکز بعد انتخاب کردید؟ خب اگر جای من بودید، تصمیمتون رو با استفاده از روندی که دوست دارم اون رو 10-10-1 بنامم محدود می‌کردید. اگر هیچ وقت درباره 10-10-1 نشنیدین، به این دلیلی که خودم اون رو ساختم و نشان تجاریش رو ثبت کردم، چون ایده خوبیه و من هم خنگ نیستم. مثل بیشتر چیزها در زندگیم روندی یافتم که برای من مؤثر بود و برای توضیح دادنش واقعا تحت فشار بودم. این روند رو می نویسم و عنوانی سرزنده بهش میدم. ببینید، تمام فعالیت‌های من در بخش نشر. 10 سال، 10 رویا، 1 هدف. میخواین 10 سال بعد چه کسی باشین؟ اون 10 سال که میتونن اون رو براتون به واقعیت تبدیل کنن، کدومن؟ تصمیم دارید کدوم یک از رویاهاتون رو هدف بگیرید و روی مورد بعد تمرکز کنید. 10-10-1. بیاین این روند رو با دقت بیشتری بررسی کنیم. 10 سال. دوست دارم مردم رو تشویق کنم چشماشون رو ببندن و بهترین تصور رو از خودشون مجسم کنن. تصور کنید 1 دهه گذشته و شما در بهترین حالت ممکن برای خودتون زندگی می‌کنید. به رویای بزرگ فکر کنید. هیچ محدودیتی براش قائل نباشید. بیش از حد روی اون فکر نکنید، فقط به خودتون اجازه بدید با شکوه‌ترین نسخه از آینده‌تون رو تصور کنید. 1 دهه بعد در بهترین حالت خودتون چی کار میکنید؟ چه شکلیه؟ روزش رو چطور میگذرونید؟ چطور با کسانی که عاشقشون هستید صحبت میکنید؟ چطور دوست داشته میشید؟ چه لباسهایی میپوشید؟ چه ماشینی دارید؟ آیا آشپز خوبی هستین؟ آیا به خوندن کتاب علاقه دارین؟ آیا دویدن رو دوست دارین؟ تا جایی که میتونید صریح باشید. در تعطیلات کجا میرید؟ الان که زندگی شما متفاوته، چه زندگی رو دوست دارید؟ چه غذایی میخورید؟ بررسی فعالیت‌های روزانه‌تون چه احساسی داره؟ آیا خوشبین هستین؟ دیگران رو تشویق میکنید؟ بعد از 1 دهه کار کردن روی خودتون و رشد به عنوان یک زن چقدر خوشحالی در زندگی شماست؟ چه کسی در زندگی شماست؟ هفته چطور میگذره؟ فقط اجازه بدید رویاهاتون مطلقاً آزاد باشن. آیا خوشحالین؟ پر انرژی هستین؟ پرکارین؟ بلند پروازین؟ رابطه شما با خانواده چطوره؟ خونه دارین؟ خونه‌تون چه شکلیه؟ بچه دارین؟ تشکیل خانواده دادین؟ ازدواج کردین؟ بهترین ها چیه؟ حالا وسیع‌تر فکر کنید. نسخه بزرگتر از بهترین حالت شما چیه؟ زندگی روزانه شما در بهترین حالت چطور باید باشه؟ شغلتون چیه؟
بالاترین ارزشی که خود آینده شما در اختیار داره چیه؟ بستگان، وفاداری، پرورش، تا جایی که امکان داره دقیق باشید. حالا بدون قضاوت دوباره یا بیشتر فکر کردن درباره اون، میخوام در مورد فکرهای الانتون هرچه سریعتر بنویسید. نمیخوام چیزی از اون رو فراموش کنید. میخوام حالت آینده شما در ذهنتون جا بیفته. بهترین حالت من اینه که وقتی در بهترین حالت هستم که به عقب نگردید. زمان اون نیست که درباره‌اش فکر کنید یا به خودتون بگید آهسته تر حرکت کن. زمان اون نیست که واقع بین باشید. زمان بزرگ فکر کردنه تا جایی که میتونید. امیدوارم این تمرین به شما کمک کنه در ذهنتون از چیزهای خالی و متفاوت زیادی که ممکنه در آینده‌تون باشه تصویر واضحی رسم کنید. شخصا دوست دارم این رو 1 یا 2 بار در سال انجام بدم. یک صفحه از نگرش هاتون خلق کنید. مثل کلاس 5 وقتی با چسب تعدادی از صفحات مجله رو روی روزنامه دیواری میچسبوندیم. حالا برای پیشرفت با تصویر ذهنیمون محتوا داریم. این اولین قدمه و 10 سال آینده شما رو نشون میده و اکنون توضیح میدم که چطور باید محدودش کنیم. 10 رویا. 10 سال رو به 10 رویا تبدیل کنید. اگر اون 10 رویا به حقیقت پیوستن، نگرش شما رو به واقعیت تبدیل میکنن. بنابراین اگر آینده‌ای رو دیدید که از نظر مالی خرجی نداشته، شاید رویاهاتون چیزهایی مثل حقوق چند 10 میلیونی، بدهی نداشتن و غیره بوده. اما ممکنه در رویاتون آینده‌تون سالم، خوشحال و پر انرژی هم باشه. پس دونده ماراتون و گیاهخوار شدن رو به لیست اضافه کنید. مهم اینه که مشخص باشه. فهرست رویاها تصویری برای آینده‌تون میشه. اغلب وقتی این کارو میکنیم با بیشتر از 10 مورد مواجه میشیم، اما ضروریه که این موارد رو محدود کنید. روی موضوعات تمرکز کنید. یادتونه دیگه اون 10 رویایی رو انتخاب کنید که اگر قرار باشه به واقعیت بپیوندن، خویشتن آینده شما واقعی خواهد بود. حالا نکته مهم. اون 10 رویا رو هر روز توی دفترتون یادداشت کنید. طوری هم بنویسید که انگار قبلا اتفاق افتادن. من این کار رو هر روز توی زندگیم انجام میدم، چون میخوام با تکرار اونها رو در ذهن و قلبم ثبت کنم. جایی که تمرکزم باید معطوف به اون میشد. میخوام به خودم یادآوری کنم چه کسی باید باشم. اونها رو طوری مینویسم که انگار قبلا اتفاق افتادن. چون یه بار جایی خوندم ناخودآگاه شما روی اون چیزی تمرکز میکنه که خودتون در اختیارش میذارید. اگر به خودتون و ضمیر ناخودآگاهتون بگید قصد دارم درآمد 10 میلیونی داشته باشم، به تمرکز روی اهداف نمیرسید، بلکه تمرکزتون معطوف میشه به کلمه قصد داشتن. به عبارت دیگه رفتار مغزتون با اون شبیه رفتاری میشه که با فهرست کارهای در دست انجام داره. با این شیوه دیگه به مغزتون دستورالعمل نمیدید. از ذهنتون نمیخواد به شما کمک کنه که چطور اون کار رو انجام بدید. فقط به ذهنتون میگید قصد دارید کاری کنید. این به اندازه کافی قدرتمند نیست. مهم هم نیست چه هدف بزرگی برای خودتون در نظر گرفتید، چون تمام مدت دارید فهرست انجام کارها رو تنظیم میکنید. چه چیزی باعث میشه مغزتون متوجه این موضوع بشه؟ چی میشد اگر به جای اون عبارت به خودتون میگفتید من در بانک 1 میلیون دلار دارم؟ این عبارت مشخصه، پیامد فرمان به مغزه. قصد داشتن چیزی در آینده است. داشتن در زمان حاله. یعنی ضمیر ناخودآگاه شما شروع به تمرکز میکنه که چطور اون واقعیت رو الان انجام بده. من واقعا 1 میلیون دلار در بانک ندارم، اما برای اون برنامه‌ریزی میکنم. بعضی موارد داخل لیستم چیزهایی هستن که میخوام به دست بیارم. بقیه مواردی هستن که میتونم هر روز انجامشون بدم. همسری استثنائیم. این عبارت در لیست من هست. اون رو هر روز مینویسم به عنوان یادآوری اینکه چه کسی هستم و چه کسی میخوام باشم. وقتی بهترین خویشتن آیندم رو تصور میکنم، میبینم هنوز از عشق دیو هالیس سرمسته.
دیو در آینده هنوز بهترین دوستمه و هنوز نمیتونیم از یکدیگر دست بکشیم. فقط سر حال به نظر میرسیم. چون همه بچه هامون بزرگتر شدن و مجبور نیستیم پوشک عوض کنیم یا با گریه بچه‌ای که در حال دندون در آوردن بیدار بشیم. همچنین مراقب کلماتی که می‌نویسم هستم. من از کلمه خوب استفاده نمی‌کنم، از عالی هم استفاده نمی‌کنم. از کلمه استثنایی استفاده می‌کنم. وقتی هر روز می‌نویسم همسری استثنائیم، باید از خودم بپرسم امروز چی کار کردم که استثنایی بشم؟ این انگیزه ساده‌ای برای حرکت من به سمت عملی. به یادم میاره به شوهرم پیام بفرستم و بهش بگم توی اون لباس چقدر جذاب بود یا چقدر دوستش دارم و ازش قدردانی کنم. این اتفاق نخواهد افتاد اگر برای یادآوری اینکه چه کسی میخوام باشم انگیزه نداشته باشم. مورد دیگه در فهرست روزانه‌ام به نوعی نفرت انگیزه، اما به هر حال فهرست رویاهای منه، نه شما. می‌نویسم فقط با پرواز درجه 1 سفر میکنم. اگر در شبکه‌های اجتماعی منو دنبال کنید خبر دارید چقدر سفرهای کاری دارم. زیاده، خیلی زیاد. از مسافرت کردن ناراحت نمیشم چون 90% مواقع در مسیر رفتن برای اجرای سخنرانی اصلی کنفرانس یا انگیزه دادن به شرکت کننده ها هستم. با آرایش مو، لباس فوق‌العاده و انرژی یک سگ شکاری. سخنرانی عمومی یکی از بخش‌های مورد علاقه من توی شغلمه، اما به تمرکز و انرژی نیاز دارم. وقتی با هواپیما در سرتاسر کشور به این سو اون سو میرید، سخت هر دو رو داشته باشید. سخته که با حجم کاری کنونیم ادامه بدم طوری که میتونم همه مشغله‌های سخنرانیم رو زمانی که بخش درجه 2 هواپیما نشستم انجام بدم. همیشه بخشی از این حجم کاری نوشتنه. نوشتن کتابم یا ویرایش کتاب یا کار روی مقاله یا پست. چون این منم و معنای واژه حریم خصوصی رو نمیدونم. تقریبا هر چیزی می نویسم. معمولاً ماهیت حساس داره. میدونید چقدر غیر عادیه که وقتی شخصی که کنار شما نشسته و از دسته مشترک صندلیتون استفاده میکنه فصلی درباره زندگی زناشویی خودش بنویسه. من میدونم. سال‌هاست در هواپیما مطلب نوشتم. هیچ راه دیگه‌ای برای من وجود نداره که این دسته ها رو به موقع تا کنم. متنفرم از این که نوشتن رو کنار بذارم. اون هم به این دلیل که نگرانم بغل دستیم درباره فصل 5 چه فکری میکنه. اون وقته که این رویا به کار میاد. به عقیده من بخش درجه 1 هواپیما فقط برای یک چیز خوبه. سایز صندلی. به ورودی عجیب و غریب و نوشیدنی مجانیش اهمیتی نمیدم. حتی به سوار شدن به هواپیما قبل از بقیه هم اهمیتی نمیدم. همه اونچه برام مهمه اینه که در بخش درجه 1 میتونم 4 زانو بشینم، لپتاپم رو روی پام بذارم. بسیار راحته، با فاصله زیاد از نفر بعدی. عالیه. این رو میدونم. چون سالها پیش یک بار دیو از بلیت جایزش استفاده کرد تا پرواز من رو درجه 1 کنه. یه بار مزه بهشت رو چشیدم. دیگه نمیتونستم دربارش رو یا پردازی نکنم. بنابراین دربارش نوشتم. فقط با پرواز درجه 1 سفر میکنم. هر روز برای ماها و ماها. این یعنی هر روز مغزم اون رو به عنوان حقیقتی قبول میکنه و کمک میکنه اون رویا به واقعیت تبدیل بشه. اولین بار که اون رو در فهرستم نوشتم چنین پودی در بودجه سفرهای کاریم نداشتم. و خواستن صرف باعث نمیشد که به حقیقت بپیونده. اما حدود 6 ماه بعد از نوشتن به دریافتی ناگهانی و احمقانه رسیدم. میخواستم با مشت به صورت خودم بکوبم که چرا قبلا درباره‌اش فکر نکرده بودم. خندتون میگیره. شایدم از قبل میدونستید چطور این مسئله رو حل کردم چون خیلی واضح بود. سفر با پرواز درجه 1 رو شروع کردم چون به مردم گفتم بخشی از نیازهای سفر منه. یعنی وقتی شرکت‌ها سراغ ما میان و میگفتن هی این ریچل هالیس پیژامه گربه‌ایه، دوست داریم اونو برای نیروی فروش استخدام کنیم. چطور میشه اونو اینجا آورد؟ دستیارم نرخ سخنرانی رو میگفت و بلافاصله بعد از اون اضافه میکرد به اضافه یه هزینه سفر درجه 1 و محل اقامت.
در ابتدا نگران بودم خوششون نیاد و فهرست‌های بزرگ رو از دست بدم یا آدم خودپسندی دیده بشم. اما هیچکس واکنشی نشون نداد. اولاً وقتی برای رسیدن به مرحله‌ای در شغلتون تلاش کردید غیر عادی نیست چیزهای سطح بالا بخواید که زمان شروع نداشتید. ثانیاً شرکت‌های صاحب نام یا از عهده‌اش برمیان یا بر نمیان. اما کسی دیوانه نشد. حالا پروازهایی با صندلی بزرگ دارم، با احساسی خوب، مؤثر سراغ هر مراسم کاری میرم. ممکنه شگفت زده بشید، اما من هنوز اون نوشته رو در فهرستم دارم. درسته که برای کار با پرواز درجه 1 سفر میکنم، اما هنوز در موقعیت مالی نیستم که بتونم اون رو برای خانوادم هم فراهم کنم. هر روز یادم هست که به کدوم سمت میریم. وقتی 10 رویاتون رو شناسایی کردید، امیدوارم توصیه من رو در نظر بگیرید و اون رو هر روز بنویسید. اینکه هر روز به شما یادآوری میشه چه کسی میخواید باشید، روشی عالیه. اما برای رسیدن به اون مرحله باید با عمل و تمرکز با این لیست دست به گریبان بشید. گام بعدی محدود کردن تمرکز روی یک هدفه. 10-10-1 میشه 10 سال 10 رویا و یک هدف. رویای شما ایدئال شماست. هنگامی که فعالانه به دنبال اون برید تبدیل به هدف میشه. یک هدف. از شما میخوام همین الان از خودتون بپرسید اون یک هدف چیه؟ چه کاری میتونید بکنید که شما رو سریعتر به حالت 10 سال آینده‌تون نزدیک کنه؟ یکی از 10 هدفی که تشخیص دادید میتونید امسال روش کار کنید چیه؟ درباره‌اش فکر کنید و بعد اون رو بنویسید. برای به دست آوردن یک هدف باید مطمئن بشید 2 چیز رو به روشنی میدونید. 1. موارد خاص کدام هستند؟ 2. پیشرفتتون رو چگونه میسنجید؟ میخوام وزن کم کنم. موضوع خاص و مشخصی نیست. میخواید 1 کیلو کم کنید یا 40 کیلو؟ باید کاملا مشخص باشه. میخوام چربی بدنم 24% بشه. میخوام $5000 پسنداز کنم. اینها اهداف خاصی هستن که میتونید محاسبه کنید. میخوام امور مالی رو بهتر مدیریت کنم. بی ارزشه. خودتون رو روی شکست تنظیم کردید. چرا؟ چون میخواید به کار خودتون اعتبار بدید بدون اینکه پیشرفتتون رو قابل اندازه‌گیری کنید. پرداخت نقدی پول قهوه به جای پرداخت با کارت ممکنه مدیریت بهتر امور مالی باشه. اما شما رو به کجا میرسونه؟ اگر هدف شما چیزی بیشتر از میخوام $5000 پسنداز کنم باشه، اصلاً قهوه نمیخورید. هدف شما هم باید قابل اندازه‌گیری باشه. باید بتونید قضاوت کنید آیا در حال پیشرفتید و به مرحله دلخواهتون نزدیکتر شدید یا خیر. بسیاری از مردم میگن هدف باید محدودیت زمانی داشته باشه، اما من محدودیت رو برای اهداف شخصی دوست ندارم. چون احساس میکنم شما رو به سمت شکست میبره. اگر به خودتون بگید تا آخر ماه فوریه خوشندام خواهم شد و سپس به میانه فوریه برسید و ببینید خوشندام نشدید، خودتون رو آزردید. منظورم اینه که کار کردن روی خویشتن ایدئالتون فرایندی مادام العمره. فرایندهای مادام العمر محدودیت زمانی ندارن. موضوع مهم اینه که ادامهشون بدید. ما به دنبال کمال نیستیم، به دنبال پایداری و استمراری. حالا همین که هدف شما قراره چی باشه کافی نیست. خیلی از شماها احتمالاً از قبل میدونستید میخواید به چه چیزی دست پیدا کنید و اگر به اون رسیدید ادعا کنید خودتون انجامش دادید. پس علاوه بر این باید بدونید چرا مصرانه این رو میخواید. لازمه اون رو به عنوان اهرامی برای برانگیختن خودتون استفاده کنید. یادتون میاد در ابتدا درباره این صحبت کردم که چراهای شما چقدر مهمن؟ کلمه چرا شما رو در مسیر نگه می‌داره حتی اگر ندونید چطور به اونجا میرسید. کافی نیست فقط بخواید لاغر بشید. کافیه بخواید وزن کم کنید طوری که بتونید پا به پای فرزندانتون پیش برید یا برای زندگی خودتون انرژی داشته باشید. این اهرم کمک کننده است. مجبورید بدونید به کجا میرید. مجبورید چرای خودتون رو بشناسید. برای شماهایی که مدام شروع میکنید و پا پس میکشید، اگر 50 بار هم پا پس کشیده باشید، علتش اینه که چرای شما به اندازه کافی قوی نبوده.
مجبورید اهرام کمک کننده داشته باشید. مجبورید چراتون رو بشناسید. در غیر این صورت هرگز تغییر ایجاد نخواهد شد. مجبورید بدونید روی چه چیزی متمرکزید یا هرگز پیشرفت نخواهید کرد.